تیمی فان چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. خوش اومدید به چنل فارسی رسلینگ تیمی فان. من نیما هستم و داخل این ویدیو قرار طبق روال هر هفته بریم سراغ شوهای هفتگی و داخل این ویدیو هم قرار بریم سراغ شو ماندی نایت را این هفته. پس این معطلی قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو خواهش میکنم ویدیو لایک کنید، چنلمون هم سابسکرایب کنید و تو بخش کامنت ها هر پیشنهاد و انتقادی دارید راجع به شو و راجع به چنل بنویسید که همش رو میخونم. عشق کنید بار طرفدار. بریم سراغ این ویدیو. Let's go. در ابتدای شو قهرمان تایتل سنگین‌وزن ست فریکن رالینز وارد میشه. ست رالینز میگه حس میکنم شماها کودی روز رو میخواید و خبر خوب منم اونو میخوام. کودی قرار شد بعد از اسمکداون هفته پیش بهم جواب بده. حالا کودی بیا ببینه. کودی روز وارد میشه. کودی میگه خب راجع به چی صحبت کنیم؟ ست میگه جواب میخوام. هفته پیش بهت گفتم این کمربند بهترین کمربند جهانه. بذار رو راست باشم، این مسابقه رو اندازه‌ای که تو میخوای منم میخوام. باید بدونم از دفعه قبلی که مسابقه دادم باهات بهترم یا نه. باید بدونم بهترینم یا نه و برای فهمیدنش به بهترین نیاز دارم و بهترین توی. در رسلمانیا با من مسابقه میدی؟ درو مکینتایر همینجا وارد میشه. مکینتایر میاد داخل رینگ و میکروفون میگیره میگه What the hell؟ من میخوام جفتتون رو در رسلمانیا ببینم. قرار بود من و تو داخل مین ایونت رسلمانیا با هم مسابقه بدیم. پس چرا کودی تو باید بری دنبال کمربند رومن راینز و کاریه که شروع کردی تو این 2 سال تموم کنی. ست میگه درو نیاز نیست انقدر مزخرف باشی. اوکی؟ اگه کودی بره دنبال رومن راینز چرا فکر میکنی من باید چالش تو رو قبول کنم؟ تو 2 بار با هم مسابقه دادی و باختی. مکینتایر هم جا داره که در جواب میگه تو خودت 3 بار جلوی کودی روز شکست خوردی. مکینتایر میگه قبول میکنم هر هفته ترکوندی ست و کمربند آوردی بالا، ولی حالا نوبت منه که اینجا رو بگیرم تو دستم و با ضربه زدن به کودی و ست رینگو ترک میکنم. مسابقه اول فیتال 4-way تگ تیم مچ. نیو دی مقابل برادران کرید مقابل امپریوم و تیم DIY. این مسابقه کاملا عالی بود و تیم DIY یا تیم چامپا و جنی گرگرو پیروز این مسابقه جذاب شد. ریال ریپلی به خاطر درگیری نایا جکس هفته پیش اتفاق افتاده بود اومد و از منیجر شوی وا یعنی آدم پاریس خواست تا با نایا جکس در رویداد بعد یعنی الیمینیشن چمبر مسابقه بده. دوباره نایا جکس وارد شد و با ریا درگیر شد توی همین شو و دوباره توی این درگیری نایا جکس موفق‌تر بود و حسابی ریا ریپلی کتک خورد. مسابقه بعدی آکیرا و مکسیم دوپری مقابل آیوار و الهالا یعنی یک مرد و یک زن در 2 تیم که این مسابقه خیلی زود با پیروزی آیوار و الهالا به پایان رسید و مسابقه تقریبا خوبی بود. دمیز مقابل جیدی مکدونا. این مسابقه پیروزی دمیز به پایان رسید و خیلی هم زود تموم شد. یکم دلق بازی هم آرچور اومد وسطش انجام داد ولی خب این مسابقه پیروزی دمیز به پایان رسید. گانتر قهرمان تایتل بین‌قاره‌ای در جشن 600 روزگی کمربندش وارد میشه. گانتر میگه هدف چیه؟ 700 روز، 800 روز، 1000 روز؟ طولانی ترین قهرمان تاریخ اینترکانتیننتال هیچ وقت عوض نمیشه. من دارم حریف کم میارم. کسی نیست در حد چالش کردن من باشه. کسی اون بیرون هست که بخواد من رو چالش کنه؟ بعد جیوسو همون لحظه وارد میشه. جیوسو میگه 600 روز قهرمان اینترکانتیننتال با گانتر میگه تو هم طولانی ترین قهرمان تایتل تگ تیم بودی که 50% مال تو بود و افتخاراتش بین تو با برادرت نصف شده. جی میگه پس قرار داره تو 100% منو داشته باشی. به تبریک میگم. جی میگه من اولین کسی بودم در تاریخ با کمربند تگ تیم توی بخش اصلی رسلمانیا یا مین ایونت مسابقه دادم. گانتر هم در جواب میگه بالاخره بعد از 17 سال از اون خانواده جدا شدی تصمیم گرفتی کسی بشی برای خودت. تو اولین و آخرین نفری نیستی که اینجوری میاد سمت من. جوری میزنم که خانوادت نزدنه. کاری میکنم باهات که آرزوت این باشه که برگردی به دورانی که مردم بین تو و برادرت نمیدونستن کدومی و در انتها تیم امپریوم به جی حمله میکنه و کتکش میزنن و از بین میرن.
مسابقه سر کمربندهای تگ تیم زنان کابوکی واریورز مقابل کاتانا چنس و کیتین کارتر. این مسابقه خوب و متوسط برگزار شد و تیم کابوکی واریورز پیروز شد و قهرمان تایتل‌های تگ تیم زنان باقی. مسابقه اصلی بالروپ. این مسابقه یعنی یه تصمیمی که دو سرداره رو به یک دست هم دو کشتیگیر وصل میکنن و هم دو کشتیگیر تا آخر با هم مسابقه و با هم وصلن که برنده این مسابقه خیلی جذاب و زیبا هم کودی رودز بود و اینم از شو ماندی نایت رای این هفته. امیدوارم که کافی برده باشید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و تو بخش کامنت ها هر نظر انتقادی هم دارین برام بنویسید. باز کنم طرفدار تا ویدیوهای بعدی. رست این پیس.